رسول الله بخیل نبود، سخی بود. حتی روز خداوند جبرئیل فرستاد که بره رسول الله را بگو که ابوبکر سلام بگه و بعد بگه که خدا میگه ما ای ابوبکر راضیم. کنی ابوبکر پرسید ای خدا راضی است یا نه؟ چقدر رسول الله خوشحال میشه که خدا به برادرش سلام میگه. ابوبکر مبارک چه خدا تو را سلام میگه و بعد میگه ما از ابوبکر راضیم. کنی ابوبکر پرسید ای خدا راضی است یا نه؟ وای وای گفت فضل جون من نبودم خدا مرا پیدا کرد و باز میگه از من راضی. ما چه از او خدا راضی نباش و از تو پیغمبر نازنین راضی نباش و از این دین مقدس اسلام راضی نباش. من راضی هستم. برادرای بزرگوار، رفیق خوب انسان با کجاها میبره؟ تصور بکن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه نعمت بزرگ بالای من و شما بودن. از من نعمت بزرگ بالای ما و شما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. تصور بکن صحابه را ما تعریفاش شما را گفتم. حضرت یکی از صحابه پیامبر روایت میکنه که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم قبرستان زیارت رفتن. چی گفتن؟ السلام علیکم اهل القبور، سلام بر شما این مردم قبرستان، انتم لنا سلف، شما پیش از ما گذشته و اگر الله بخواد ما هم با شما نزدیک میشیم. همونجا گفتن دوست میدارم برادرام رو ببینم. صحابه گفتن حضرت جان ما برادرات نیستیم، ما رفیقات نیستیم. گفت شما صحابه های من. حضرت جان رفیقات کیان؟ گفت حالا پیدا نشدی. حضرت جان اونا نیستن، چه میشناسیشون؟ یا آدم 100 تا اسب سیاه داشته باشه، اسب پیشانی قشقه، همون اسبش معلوم نیست. گفت معلوم است. گفت همون رفیقایی که ما آرزو دارم ببینیمشون در این دنیا نصیب نمیشه. فانهم یاتی یوم القیامه، او روز قیامت میارن دستها و پیشانی هاشون نورانی است، ما پیشوازی ها میبرم. میدونین نور از کجا پیدا میشه؟ یک قربای آب طهارتی که 2 روبل هم قدر نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی در این دنیا طهارت میکنه میگه آرزو کاش که میدیدم شب، لیکن در این جنه میشه روز قیامت. فرات هم میدونین اکای ما چیه؟ وقتی ماشین شه عروس میاد کودکا شادی کرده دویده میرون. پیامبر آرزو کرد که کاش که ما و شما را میدید، کاش که این آرزو را ما میکردیم یک بار پیغمبر را میدیدیم. برادرای خوب میدونین چه خلق خوب است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که روایت مسلم شریف از جنتی ها جنت میدونن، بعضی رفیقاشون نمیبینن ناله میکنن ای خدا آخر ما در جنتیم، رفیقای ما قطعا نماز میخونن در دوزخ هم، ما نمیخوایم به او جنت بریم. خدا میگه وارا بریم بیار. وقتی که سر میشه و حساب عرش الهی را میمونن، حضرت آدم از اون طرف میمونن و آدم را حساب میکنن و یک نفر میگن به طرف دوزخ بره. حضرت آدم میگه میخه عرقای کلام میکنه و آبای دیدهش میریز، میگه من یارو خلاص کردن نمیتونم. محمد در کجا است که بیا یارو خلاص کن؟ محمد فریاد کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میاد پیش ملائکه‌ای که بود و طرف دوزخ، اینا نبرین دوزخ. حضرت خودت میدونی ما رو خدا چقدر تعریف کرده که هر گپی بگه ما گپشم میگیم. میگه حضرت جان همین خیر دست چپش خطیریش همین قبل طرف عرش خدا نگاه میکنه، میگه خدای تو مرا وعده کرده بودی که من تو درباره امتات راضی کنی. خدای من راضی نیست، یا دوزخ میرم یا را خلاص کن. الله میگه دوباره حساب شما کن، حسابی را صحیح کن. وقتی حساب میکنن فقط ثواباش حساب میکنن، خطایا را ندیدن. طرف جنت میگن ببریمش، اما آدم میگه یا دقیقه بسیم من قطعی آدم گپ زدم یکی بود مرا از آتش جهنم خلاص کرد. برادر تو کی هستی مرا خلاص کرد؟ مرا نمیشناسی، ما محمد رسول الله. هرچند میگن طرف جنت رو میگن بسیم امری قد تماشا کن. میدونین مشکل پیغمبر داشت؟ ما امتی کی هستیم میدونین؟ هنوز پیغمبر آرزو کرد کاش که ما تو را میدید، کاش که این آرزو را ما میکردیم که میدیدیمش. طرف جنت رفتیش از طرف پیامبر پیشواز میشه. حوض کوثر است. رسول الله میگه یک قطره اگر الله نصیب تون کنه همون گرمی قیامتش با تشنه نمیمون. تصور بکن رفته استی بخوای که با همون ظرف و پیاله ها از همون حوض بخری، حضرت جان ظرف و پیاله رو سکنه با دستاشو بگه بیا ای دستای من از این آب بنوش. چی نعمتی بزرگ است برات. کار خدا به حکمت نیست. اگر حالا رسول الله در این محفل ما میشید چی میپرسیدش؟ چی میگفتش؟ از رسول الله چی خواهش میکرد؟ شاید به مجرد دیدن
جانمون رو به الله تسلیم میکردیم. شاید چشممون طاقت تماشاش نداشت، شاید قلبمون از حرکت میموند. خدای خودت وعده کرده که جنتی ها هر خواهشی داشته باشه اجرا میشه. خدای اگر در تقدیرمون جنت است، ما رو با همه احکاممون جنت ببر. و یک بارک در جنت اجازه بدید با رسول الله صحبت کنیم، درد دلمون رو بگیم شه. همه قبول میشه که محمد تو را دوست بدار، تو برای ما از جانمون هم عزیزتر هستی. اکای ما، دلارای ما، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بسیار شنونده از گوینده زیاد عمل میکنه. اگر شما جنت رفتین مرا ندیدی، از خدا خواهش کن برادر ما ختیمو بیار. در دنیا ختیمو میشه صحبت میکرد، ما گپی او را گرفتیم عمل کردیم، شاید او خودش عمل نکرد. خدای ما خواهش داریم برادر ما را بیار. خدایا اگر در او جنت دیداری تو نباشه و رضای تو نباشه و دیدار پیامبر و شفاعت پیامبر نباشه، ما در او جنت در کار نیست. با رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنت شهودی داره. اکون طرف جنت میری، سوره یاسین میخونین، سلام قولا من رب الرحیم. هم تو رفته ایستی که الله رو فرود میاد السلام علیکم. ای جنتی ها میخواین عزیز زیادتر تام. جنتی ها خدای ما با رسول الله، ما از آتش جهنم خلاص شدیم، دیگه چی بخوایم؟ خدا میگه خواهشای داره فراموش کردیم. ما این روز از شما راضیم، دیگه از شما خفه نمیشم. و دیداری به مثل مانانش نشان. همه سر در سجده میمونن. پیامبر میگه، الله میگه ارفعوا رؤوسکم، سرا رو بردارید، دیگه سجده نه. ما را تماشا کنید و ما شما را تماشا کنید. بدون جنت چقدر نعمتی بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم، ما برادر آخر انسان جنتی را میگم بالاش ختم فیصله کنه. آخران انسانی که بعد او دیگه کسی جنت نمیدره. هم تو کودک ناش کمالات میره میگم خیخچه از آتش جهنم برآورده کشیده برسه که الله فریادش میکنه ای فلانی بچه فلانی بره جنت. میره که جنت پر از جان نیست. میای میگه خدا جنت تو پر از جان نیست. دوباره میگهش برا. سوم بار دیدین عجیب علم میکنه. خدایا تو مرا مسخره میکنی. ما در دنیا گفت نگرفتم، امروز تو مرا شرمنده داری. آخه جنت تو پر از دیگه جا نیست. من کجا برم؟ حتی یک جای من نیست. الله اینقدر رحمش میومد، میفته همون جنتی رو تو گمان میکنی پر از یگان جا نیست. در همون جنت مثل پادشاهای دنیا مقام و مرتبه و خدمتگار به تمام راضی میشی. خدا رضای بنده گناهکار را حاصل کرد. پیامبر میگه ناز جنتی رو دی با خدا قهری میکنه، گپ نمیزنه. 2 برابر دش میتون گپ نمیزنه، 3 برابر، 4 برابر، وقت میگه 5 برابر دی پادشاهای دنیا مقامت میتون، میگه فیقول فی الخامس رضیت ربی، اگه خدا من نوای تو راضی شد. حرکت کنین جنت از خود کنین. انسان جنت با یک کلمه میتونه حاصل بکنه. اگر برای ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 14 روز بیماری کشیدگی. چند روز؟ 14 روز. و وقتی که دیگه پاش خطی مسجد رفتن نمیتونست، حضرت علی و عباس یوم میبردنش زورشون میکرد. مرا یک خیلبر این که پام در زمین شکیده برام ثواب مسجد بگیرم. روز یکشنبه به نهایت بیماری پیامبرمون زیاد شد، بلند شد، حرارت بدنش بلند شد. حضرت بلال اذان گفت، نماز شام رفتن خواندن، نماز خفتن اذان گفت، حضرت جان گفت مرا برین، چند قدم بردن که هوشش رفت. وقتی به یاد آمد اولین سوالش همین بود، آیا مردم نماز خواندین؟ حضرت جان شما را انتظارم. دویم باره هوشش رفت، سوم باره حضرت ابوبکر پیش در اومد نماز سر کرد. حضرت جان به یاد آمد گفت مردم نماز خواندین؟ حضرت جان وقتی نماز نگفت. حضرت در اومد، صحابه تکبیر گفتن، حضرت ابوبکر یک طرفه ایستاد، حضرت جان پیش در اومد، نماز تمام شد. گفت ابوبکر چرا نماز مردم نخوندی؟ گفت برای من مناسب نیست، من پیش بدرم تا یخی من نماز بخونیم، هی قبول ندارم. حضرت اذان بامداد اذان گفتند، باز حضرت اشاره کرد مرا مسجد بری. خیزوندن شکی قوی نداره، برای گفت من دیگه مسجد رفتن نمیتونم. یک بار پرده را یک طرفه کنین، من اهل مسجدی ها را تماشا کنم. شما مسجدی ها کسی هستین که آخرا نگاه پیامبر است. حضرت جان دید صحابه باز خوشحالی کردن که میایم، میگم خیلی اشاره کرد که دیگه این روز من قوی ندارم، قد شما نماز بخون. و گفت الحمدلله که بعد سری من میاد تیار پیشو میکنی، باقی موندهش پیروی ایام میشه. افتاب برآمد، عایشه مادر میگه من احساس کردم حضرت جبرئیل مهمان شد. گفتن دیدیش؟ گفت همون آیاتای قرآن نازل میشه، بدنش گرم میشه، حضرت همون خیل شد. جبرئیل آمد گفت رسول الله خدا سلامت میگه.
و بعد سلام میگه بنده من اختیار داره بفرش دنیا بفرش پیش ما آمدن، لیکن همه قبول گو که من اشتیاق دیدار حبیب دارم. گفت برادر جبرئیل البته من پیش خدا رفتن اختیار دارم، اونی که عریضه دارم. عریضه ها چی است؟ گفت خدا بعد سری من بالای امتی من چیکار میکنه؟ جبرئیل مقصد چی است؟ رسول الله بگو، آشکار بگو. خدای چه خیلی امتهای پیشین هلاکت، خدا امتهای مرا نکن. و فریضه قبول است. باز خواهش داری؟ گفت همین شفاعت امتی که نگوره خدا در دست من بده. گفت خدا میگه اگر امتهای محمد تنبلی نکنن پیش از مردنشون 7 روز پیش توبه کنن میبخشمشون. برادر جبرئیل 7 روز دیر میشه. گفت 3 روز، گفت 3 روز هم دیر است. گفت حد اقل پیش از اون که مرد در حشم غرغره میکنه یک بار کلمه شهادت بگو. و من تیارم عزرائیل بگو بده. عایشه مادر میگه من احساس کردم عزرائیل اومد. گفتن عزرائیل دیدی؟ گفت رخسارهای مبارک پیغمبر سرخی روش رفت، رنگ روش کم نیست. دیگه صدای پیغمبر نمیبرم، از لبهاش میفهمیدم چی میگه. همون وقت میگه برادر در آورد دستش چوی مسواک بود، میگه اشاره کرد که چوی مسواک بده. خواست به دنداناش ملایم بکنه، پیامبر هم قوی نداشت که همون چو ملایم شد. عایشه مادر میگه ای دستش گرفتم به دندانا ملایم کردم، باز در دستش داد. نفسای چقر میکشه، دیگه صداش نمیبره. همونطور میگه دنداناش هم خیلی مسواک تازه کردم. همین که گفت لا اله الا الله ان للموت سکرات، خدای مرگ تو بسیار مشکلی ها داشته. عایشه مادر میگه من قبض جانم میگه احساس کردم. گفتن چه خیر؟ گفت همون جایی که عزرائیل قبض جان کرد حضرت جان طاقت نکرد، همین جای سرش آورد در آغوش ما موند. گفت خدایا این سکته بالای ما آوردی، از من خودم میدونم تو میدونی، هیچ کس نمیدونه. من طاقت اینا دارم. امتام تریلیون و میلیون های هستن و با پیدا میشن، خدایا همین سکته جان ما رو بالای ما بیار. من ایشم قبول دارم. نه که سکته بالای ما آوردی بالای امت نه، بلکه من طاقت کردم. حضرت جان میگم که دستش برداشت، گفت الرفیق الاعلی، دستش به زمین افتاد و حضرت جان به الله تسلیم. صحابه هم میگه گریان الله، حتی حضرت عمر شمشیر گرفتن. والله کسی بگه اگر محمد از دنیا گذشت سرش از بدن جدا میکنه. محمد صلی الله علیه و سلم پیش خدا رفته با میوه، هیچ کدی لغ نمیشه بکن. حضرت گفت بود عایشه ما از دنیا گذشت مرا طاقت بمونین. گفت چرا؟ گفت اول جنازه مرا برادرم جبرئیل میخونه. حضرت ابوبکر خانه در نرسیده صدای صحابه را شنید، دویده آمد. در روی خانه در آمد که بالای مبارک چادر پرتاب کرد. چادر یک طرف کرد، از پیشانیش بوسه کرد. والله زیبا بودی، حالا زیباتر شدی. بیرون برآمد. گفت هر کسی خدا را اطاعت میکنه خدا هرگز نمیمیره. و هم کسی که اطاعت محمد میکرد خبر بود که محمد از دنیا گذشت. حضرت عمر میگه وفات رسول الله، آیاتایی که برای وفات رسول الله دلالت میکنه آیاتی ما برو آورد. میگه خیال کردم همین آیات ها به ابوبکر نازل شده، میگه آیات ها پیش بود. گفتن قبر پیامبر کی میکنن؟ گفتن ابو طلحه. حضرت ابو طلحه قبر پیامبر کندن. حضرت عباس یا شوشتن شد، جنازه‌اش تا زمان حضرت عمر گروه میخوندن. آخران انسان از قبر رسول الله برآمد، این فضل ابن عباس بود. و گفتن بالای پیامبر کی خاک میپرتاید؟ بلال فریاد کرد الله اکبر الله اکبر. فاطمه آمد، بلال تو عاشق پدری من میگن تو دروغگو بوده، دل چه خشت بالای تیم خاک برد. فاطمه گفت گپ نگو، آخه فرمان خدا است، منها خلقناکم، از خاک خلق شده و فیها نعیدکم، خاک دم میآیین یک بار دیگه از خاک میخیزید. فاطمه گفت بلال میدونی چه مصیبت بالای ما اومده است؟ صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالی. فاطمه مرد عادی نبود، اینقدر مصیبت بالای ما اومده است، اگر این مصیبت بالای روز به روز طاقت نمیکنه تبدیل به شب میشه. وقتی منزلم تمام شد، وقتی نماز شد، حضرت ابوبکر گفت ارحنا یا بلال، بلال اذان بگو قرائت کن. حضرت جان گفت مرا دیگه نگو اذان بگو، من یک سوال دارم. گفت سوال چیه؟ گفت یک زمان من غلام بودم، تو مرا آزاد کردگی، من اینو قبول دارم. همون وقتی مرا آزاد کردی برای خدا آزاد کردی یا برای خودت؟ چرا گفتی سوال میتی؟ گفت اگر برای خدا آزاد کرده باشی مرا دیگه حق نداری بگو اذان بگو، اگه برای خود باشی من غلام میتیم. گفت من تو را برای خدا آزاد کردم.
حضرت جان گفت من دیگه در مدینه گشتن نمیتونم، مرا اجازت بده من شام برم. من طاقت کردم نمیتونم در کوچه مدینه رسول الله من نمیتونم در اینجا گشت، مرا اجازت بده. یک سال مدینه نآمد. شب رسول الله در خوابش اومد بلال ما مفتونی تیم یک گورک زیارتمون نمیاییم. سحر حضرت ای خواب خیست میگه سوارش دم نداده مدینه منوره آمد. مدینه در آمد میگه وقتی قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی قدر محکم نبود، بالای قبر پیامبر رفت میگه می قفس سینه‌اش در قبر پیامبر مون. حضرت جان اینا ما آمد میگه روحش در قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم. حضرت جان ما آمدم زیارت شما آمد. درد دل میکرد. از سر منزل خست میگه امام حسن و امام حسین گفتن چی میشه که اما اذان در وقت بابامون میگفتی ورق بگو دیگه نبیرای رسول الله را رد کردن نتونست. حضرت بلال اذان وقت اذان گفت میگه تمام مردم مدینه جمع شدن و احتجت المدینه، میگه مدینه در لرزه در آمد. حتی زنها گفتن بعث محمد زنده شده. ما این آواز هم وقت میشید. حضرت بلال گفتن اشهد ان محمد رسول الله. یا بار فکر کردن که با رسول الله چی میگشتن، پوشش رفت به زمین افتاد. صحابه گفتن واه مصیبت ها بلال ما را یتیم میکنه. گو برای ما گریه نکنید، ما از روزی که قطع پیامبر عهد کردم من یگام سنت ترک نکردم. شما با حال خودتون گریه کردین، چند سنت اجرا کردین، چند تا را ترک کردین. ما فردا باز با محمد و صحابه های محمد ملاقات میکنیم و با این درد حضرت بلال هم از دنیا رفت. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 23 سال برادرای ما فیصله زندگیش رو نگاه بکنین، سربلندی جوره هاش میخواست که رفیقاش سربلند داشت. حضرت جان با کارچه زدن، نگفت در کجا با کارچه زدین مرا، بچه‌م گفت همه آدمی مرا با کارچه زده ببینین مسلمانه یا کافر. پدر گفت فرقش چه کشنده مسلمان باشه. گفت ببینین، دیدن گفتن کافر است. گفت الحمدلله. گفتن چرا تو الحمدلله میگی؟ گفت اگر کشنده ما مسلمان میشید خدا عذابش میداد. من نمیخوام برای ما یک مسلمان عذاب بکشه، من نمیخوام برای ما شده امت رسول الله عذاب بکشه. ولی عذاب میکشه من کافر است عذاب کشیدن. و 2 روز بیمار شدن. 3م روز شیر قطعی خرما خوردن که ایروداش برآمد، فهمید که از دنیا میرود. بچه جان گفت برای عایشه مادر رو بگو که اجازت میتن قبر مرا در بر رسول الله بکن. نگو که امیرالمومنین میگه که بگه امر امیر واجبه اطاعتش، برای بگو عمر بچه خطا میگه. عبدالله آمد هم گفتن مادر جان پدرم هم خواهش داره. گفت عبدالله والله هر بار پیغمبر نام اوتی مرا میگه نام اوتی ترا میگه. اینجا من برای خودم مونده بودم که من راضیم که عمر را بیارن در برای رسول الله بکن. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از چه حالت به چه حالت آورد رفیقاش و دوستاش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز فتح مکه ابو سفیان با حضرت عباس گپ زده و میگه 22 سال با محمد صلی الله علیه و سلم مقابلیت کردیم، این روز او نعوذ بالله قبیح قتل نمیدونه که چند لحظه بعد ایمان میاره. میگه که نمیدونه چند لحظه بعد مسلمان میشه. ابو سفیان محمد یتیم این روز با کبر و غرور میای مکه را میگیره، هم تو شمشیردار کشید. گفت اگر محمد طرف خانه ما بیاد پاره پارهش میکنه. همون حالت حضرت جان 10,000 لشکر قتل در اومدن. آوای دیده در پاره روز یکم کلمه‌اش چی بود؟ کسی در خانه ابو سفیان نکشینش. ابو سفیان حیران شد. گفت عباس ما یک محمد بعد میبینم محمد یک مرا دوست میداره، ما اگر برم ایمان بیارم ایمان مرا قبول میکنه. ما امیر حمزه را نقشه کشیدم شهید کردم. گفت بله. گفت یکی اگر من عرض بکنم ایمان مرا قبول نکنه اسلام ما چیکار کنم؟ گفت همون عذرهایی که برادرای یوسف برای یوسف خونده بودن تو برای رسول الله بکن. حضرت جان آمدن گفتن بلال مقدس ترین مکان حالی در نزد خدا مکه، لیکن ای بلال حالی تو در نزد خدا ای مکه بزرگی خیلی بالای مکه برو اذان برو. ابو سفیان دید بلال اذان گفت عباس واقعا دین محمد دین حق است. گفت چرا؟ گفت غلام سیاه دیدی زمانی در خاک خون آغشته بود، بزرگی دین ابی غلام ای کجا برد ما از کجا به کجا آورد. و آمد رو پروی رسول الله عرض کرد. حضرت جان رو گردوندن 3 بار 4 بار همون عذرها را کرد. همون جواب حضرت یوسف برای برادرش داده بود، رسول الله برای ابو سفیان. دیگه کلمه‌اش چی بود؟ کسی در خانه هند است. هند زن ابو سفیان است، جگر امیر حمزه را خویده بود، گوشای امیر حمزه را بود. گفت کسی در خانه هند است
نکشین شد. هند گفت اینقدر روز محمد مرا احترام کرد، او هم اومد مسلمان شد. بچه ابو جهل گریخت، گفت آیا محمد زنای ما را گرفت، خانه ها را گرفت؟ گفت نه، همه را آزاد کرد. بچه ابو جهل هم اومد مسلمان شد. اخلاق پیامبر را دیدی چقدر اخلاق است. اخلاق خوب در درجه انسان بالا. یه نفر تا حال ایمان نه آورده بود، میگه من نعوذ بالله نسبت محمد اینقدر نفرت داشتم. رفتم رسول الله با صحابه ها در مسجد بود، من راستا پیشاب کردم. میگه صحابه های حبیب خدا چی گفتن؟ مه یا رسول الله. وای وای حضرت جان این چیکار کرده است؟ اجازت سرش از بدن جدا کنیم. حضرت جان فرمودن ما انسان های مسجدی هستیم، ای غیر مسجدی باید فرق کنیم. مانن پیشابش تا آخر کنم. فریادش کرد، گفت برادر اینجا مسجد هست، این جای مقدس ترین مسلمان ها هست، اینجا جای پیشاب کردن نیست. میگه لحظه فکر کردم، شخصیتم شخصیت مقدس و مکانم مکان مقدس، اما در مقابل این عمل زشتی من اینقدر مهربانی جواب. اگر پیش پدرم دا میکردم یا شلاق میزد، پیش رفیقم دا این کارا میکردم میگفت تو برادر من هستی، من را حرمت نکردی، در پیش من پیشاب کردی. این کی است که از پدرم بالا و از رفیقم رفیقتر و رفتن چیکار کردن؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله افته ایمان. پس اخلاق حمیده حبیب خدا را دیدن ایمان آورد. همه ما اهل سنت و الجماعه ایمان داریم که بعد پیغمبر بزرگترین کی است؟ ابوبکر صدیق است. البته است همه حضرت جان میوید دخترچش ببین شرم نمیداره، میوید دخترچش میپرسه که دختر جان کنی ببین من همه سنت های پیغمبر اجرا میکنم یا نمیکنم؟ گفت آتا جان همه سنت ها رو میکنی، یکی از سنت ها نمیکنی. گفت بچه‌م کدام سنت ها؟ گفت همین همسایه یهودی این نابینایی داریم که حضرت جان هر روز میبره افقاتش میته، آتا جان شما نمیکنی نمیکن. فردا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و ارضاه پیش از حبیب خدا افقات برد، اون مرد که افقات دادن گرفت. اون مرد سوال کرد که اون مرد که هر روز مرا افقات میداد کجاست که این روز تو آمدی؟ حضرت ابوبکر گفت تو چشم بینا نداری، اون مرد از من چه خیلی فرق میکنی؟ گفت اون مرد کسی بود که خیلی بوی خوب داشت، من همون بو را حس نکرده استم. عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها میگه حبیب خدا می اومد، من از خواب بیدار میشیدم. گفتن ناراحتت میکرد؟ گفت بوی خوش حبیب خدا مرا از خواب بیدار میکرد. روز حضرت علی رضی الله تعالی عنه آمد، فاطمه دختر حبیب خدا بیرون برآمد. حضرت علی گفت فاطمه پدرت آمده بود؟ گفت کسی خبرت کرد؟ گفت نه، بوی خوش و شالم در خانه ماندگی هست. حضرت جان عجیب بوی زیبا داشتن. دویم گفت وای مرد نسبت من خیلی مهربانی میکرد، تو نتونستی مهربانی کرده. و سوم گفت ای دستی او من هر چیزی میخوردم معدم حل میکرد، حالی مرا معدم حل نداره، تو او مرد نیستی. حضرت ابوبکر حیران ماند، گفت پدر با او مرد صحبت میکردی یا نمیکردی؟ گفت بله. گفت درباره چی صحبت میکردی؟ گفت میگفتم هوشیار شو، نعوذ بالله در همین مدینه یک محمد جادوگر پیدا شده، همه را از دین باباگیش میبره، دین خچه یاد دسته. گفت بعد شنیدن این کلمه ها معاملش چه خیلی میشید؟ گفت مهربانیش دوباره تر میشید. پدر میدونی آن مرد که است؟ گفت نه. گفت خودی محمد صلی الله علیه و سلم. گفت من این قدر تحقیرش کردم و او قدر مرا دوست داری؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس اخلاق خوب، اخلاق حمیده انسان از چه حال به چه حال. میاد دخترچش ببین شرم نمیداره، میاد دخترچش میپرسه که دختر جان کنی ببین من همه سنت های پیامبر اجرا میکنم یا نمیکنم؟ گفت آتا جان همه سنت ها رو میکنی، یکی از سنت ها نمیکنی. گفت بچه‌م کدام سنت ها؟ گفت همین همسایه یهودی این نابینایی داریم که حضرت جان هر روز میبره افقاتش میته، آتا جان شما نمیکنی نمیکن. فردا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و ارضاه پیش از حبیب خدا افقات برد، اون مرد که افقات دادن گرفت. اون مرد سوال کرد که اون مرد که هر روز مرا افقات میداد کجاست که این روز تو آمدی؟
حضرت ابوبکر گفت تو چشم بینا نداری، اون مرد از ما چه خیلی فرق میکنی؟ گفت اون مرد کسی بود که خیلی بوی خوب داشت، من همون بو را حس نکرده استم. عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها میگه حبیبی خدا می اومد، من از خواب بیدار میشیدم. گفتن ناراحتت میکرد؟ گفت بوی خوش حبیب خدا مرا از خواب بیدار میکرد. روز حضرت علی رضی الله تعالی عنه آمد، فاطمه دختر حبیب خدا بیرون برآمد. حضرت علی گفت فاطمه پدرت آمده بود؟ گفت کسی خبرت کرد؟ گفت نه، بوی خوش و شالم در خانه ماندگی هست. حضرت جان عجیب بوی زیبا داشتن. دویم گفت وای مرد نسبت من خیلی مهربانی میکرد، تو نتونستی سی مهربانی کرده. و سوم گفت ای دستی او، من هر چیزی میخوردم معدم حل میکرد، حالا مرا معدم حل نداره، تو او مرد نیستی. حضرت ابوبکر حیران ماند، گفت پدر با او مرد صحبت میکردی یا نمیکردی؟ گفت بله. گفت درباره چی صحبت میکردی؟ گفت میگفتم هوشیار شو، نعوذ بالله در همین مدینه یک محمد جادوگر پیدا شده، همه را از دین باباگیش میبره، دین خچه یاد دسته. گفت بعد شنیدن این کلمه ها معاملش چه خیلی میشید؟ گفت مهربانیش دوباره تر میشید. پدر میدونی آن مرد که است؟ گفت نه. گفت خودی محمد صلی الله علیه و سلم. گفت من این قدر تحقیرش کردم و او قدر مرا دوست داری؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس اخلاق خوب، اخلاق حمیده انسان از چه حال به چه حال میبره. یکی از قصه ها و صحابه ها را واقعش نقل میکنه، میگه تا حال من ایمان نداشتم، اینقدر نسبت محمد صلی الله علیه و سلم نفرت داشتم و یک زن نقص دیدم، یک دختره که وایم میگه نفرت داشت و یا شرط مون امی کارچه را زهر آلود میکنی، قفس سینه محمد پاره میکنی، من عروسی تو هست. عاشق است دیگه. کارچه را زهر آلود کرد، میگه مجلس در آمدم، حضرت جان میگه مثل شمع بود، صحابه ها مثل پروانه گردش دور میزدن. من موقع خلوت نیافتم که کارچه را بزنم. حضرت جان میگه از بین امو برآمد، توقه به توقه مونده مردمون. میگه من میگه بی فکرم چی است و حضرت جان بی فکرش چی است. میگه هر دون یک برای خودم گفت که جوانی زیبا چه حال داری؟ و دست آورد، میگه همونجای من کارچه را بجا کرده بود، میگه دست همونجا ماند و من ترسیدم. میگه گفت لا تخف، نترس. میگه دستش بالای قفس سینه ما بود، لبهاش به دعا مشغول بود. و دعاش چی بود؟ خدایا از قلب این جوان وسوسه شیطنت دور کن و قلب این جوان میلان به سوی اسلام کن. حضرت جان خواستن دست بگیرن، میگه آغوش کردم. حضرت جان دست نگی. چرا؟ از دست تو بوی خدا و جنت میآید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. پروردگارو این اکاو دو داره ما در اینجا شیشتن، مقصدشون خوردن نیست، مقصدشون یک چیز است، رضایت است، از همه راضی باش. پروردگار چگونه از ما پدر و مادر را بردی؟ اگر تا حال در سوال و جواب گرفتار باشن، خدا سوال و جوابشون آسان کن. خدا قبراشون باغی از باغهای جنت بکن و ارواحشون از ما خوشحال بکن و از خوشحال ارواحشون تمام اهل قبرستان خوشحال بکن. اگر حیاتن بالای سر ما همچون سایبانی سر نگهبان. اهل و عیال و فرزندامون سبب زیبایی زندگانی این دنیا و سبب افتخار روز قیامت نصیب کن. خدای چگونه پدر و مادر و برادرای ما را بردی، روز ما را میبری. ما را تنها میمونن، نمی رفیقامون خاک بسیار بالامون میپرتن که دیگه از حال ما بخبره. خدای ده همون روز تو ما را تنها مگذار. خدای روز میشه ما را سوال و جواب میکنی، ما در همین دنیا اقرار میکنیم ای خدا ما به حد گناهی بسیار داریم. اگر پیش تو میریم ما امید به رحمت تو و شفاعت پیامبر داریم. خدایا با کم بودی ما نگاه نکن، به بزرگی خودت نگاه. خدایا با کم بودی ما نگاه نکن، به غمخواری پیامبر نگاه. خدایا برای ما شده سری محمد صلی الله علیه و سلم خم نکن. خدایا اگر در بین مردم سوال میکنی، به رحمانیت ما را سوال بکن، به قهاری و غضبت ما را سوال نکن. خدایا اگر به قهاری و غضبت ما را سوال کردی، ما تو از رحمانیت سوال میکنی. اگر عیب هامون را آشکارا کردی، خدایا ما تو از ستاریت میپرسیم یا ستار. پروردگارو تی قد بزرگی، تی قد مهربانی. ما گناه میکنیم میپوشانی گناه ما را، ما لکه شرم نمیکنیم دوباره دست به گناه میزنیم. کمک مشکلی بیاید تو را یاد میکنیم، مشکلی ما را تو را فراموش میکنیم. خدایا
همه شب میشود درهاش بسته مگر دروازه تو بسته نیست. خدایا ما خواب میریم تو خواب نمیری. خدایا به حال ما رحم بخور. ما را در بین منافقین و مشرکین مسخره نکن. خدایا اگر ما را دوزخ بری، مشرکا و منافقا میگن هم مسلمانا خدا و پیغمبرتون گفت لا اله الا الله بگین جنت میرین، چرا با ما در دوزخ میسوزیم؟ ما چی جواب میتیم یا الله؟ خدایا قطعی ما قهری نکن. ما 30 سال 40 سال قطعی تو قهری کردیم. یا بیماری را آوردی، همه از همه گریزون شد. خدایا حتی مدینه رفتن من کردی، مکه رفتن من کردی، حتی فرزنده و پدرها را دیگه آغوش نمی کردی. خدایا این بیماری را دور بگردان. یارو ما را در قیامت گفته بودی پدر از فرزند میگریزه، ما در این دنیا دیدیم. خدایا شاید ما نماز نمیخوندیم، شاید زکات نمیدادیم، شاید همسایه‌هامون گرسنه بود ما سیر بودیم، شاید پدری پیر داشتیم خدمت نکردیم، مادری مظلوم داشتیم خدمت نکردیم، شاید او کودکایی که در درون بحرها لقمه‌های ماهیا شدن از ما شکایت کردند و این بلا را بالای سر ما آوردیم. خدای چگونه اونو بنده‌هات هم ما هم بنده‌هات هستیم، التماست میکنیم، خواهش میکنیم مشکلی ها را از ما دور بگیر. پروردگارا همه کس ما اینجا یک خواهش داریم. خدایا تو خدای ما راضی، لیکن ما هم بنده تیم تمام ما راضی بود. خدایا دین اسلام را بالای ما آوردیم، ما قبولش داریم، ما را همچون مسلمان قبول کن. خدایا پیامبر را بالای ما فرستادی، ما قبولش داریم، ما را همچون امتی او قبول کن. خدایا تو روز قیامت فریاد میکنی امتی رسول الله کجا؟ ما اکا و دادارا هم دست میبرداریم، سر بلند میکنیم. خدای سرای ما را خم نکن، دستای ما را پایان نکن. پروردگارا این جوانان را در صف جوان مردی نگهبان باش. روز قیامت رفیق رسول الله و ابوبکر و عمر و عثمان، اگرچه ما مثل اونا عمل نداریم لیکن او را دوست می‌داریم. یا الله خدایا خودت وعده کرده که ما شرم می‌دارم وقتی بنده دست بردارم و دست او را خالی بگردم. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای ما شرم می‌داریم به این زبان دروغ میگیم تو را یاد بکنیم. قلبی که درونش پر از کبر و غرور و حسد از دعوای دوستداری میکنیم. اما چه ایلاش که ما بنده ایتیم، تو ما را خودت بنده گفتی، عبد گفتی، عاجز و محتاج و ناتوان و خط احد و صمد گفتی. خدایا با کمبودی ما نگاه نکن، با بزرگی خودت نگاه کن. خدایا اگر تو ما را نبخشی غیر از تو ما را کی میبخشه؟ خدایا اگر ما درد دل منابت نگیم با کی بگیم؟ خدایا ما شکایت به تو نکنیم با کی بکنیم؟ پروردگار تو ارحم الراحمین هستی، تو ارحم الراحمین. هر گناهی کردیم تا این روز از همینجا نخسته ما را خدا ببخش. خدای ما با تو عهد میکنیم، خدای ما بار بار میخوایم توبه کنیم، گناه نکنیم، با گناه میکنیم. ما را یک قوه بده، ما را یک توفیق بده که دیگر گناه نکنیم. خدای بار بار با تو عهد میکنیم، عهد شکنی میکنیم. پروردگار این روز در عرش مقاله است، اگر سگ را تو صاحبش نگیری هیچ که گرفته نمیتونه. و این شیطان سگی تاسی الله اگر تو ما را از خلاص نکنی هیچ که خلاص بده نمیتونه. پروردگار ما جوانان نمیخواهند گناه بکنن لیکن خشونه اداره کردن نمیتونه. خدای با ما رحم بکن، خدا ما را فراموش نکن. خدا اگر تو ما را فراموش کردی عالم ما را فراموش کن. خدای ما را لحظه در اختیار خود ما نماند که ما چی کارهایی را انجام میکنیم. الله ای ارحم الراحمین، وقتش در فریاد بکنیم رسول الله کجایی؟ حال امت تبید، این امتی که آرزو کردی کاش کنید در چی احوال. پروردگار مادرای ما را توفیق بده، خواهرای ما را توفیق بده، همسرای ما را توفیق بده، فرزندای ما را توفیق بده. خدایا این روز خواهر مسلمان برادر مسلمان پول میده زنا میکنه، پول میده شراب میخره، گناه با پول میخره. پروردگار از این بیماری ما را خلاص بکن یا ارحم الراحمین. به حال ما رحم بخواه یا الله، به حال ما رحم بخواه یا الله. خدای ما را فراموش نکن، خدای ما را فراموش نکن یا ارحم الراحمین. یا ستار یا الله یا ارحم الراحمین. من میدونم ظالم نیستی، ظلم بکنی، ما ایمان داریم، ارحم الراحمینی. این مشکلی ها را بالای ما میاره که تو را بسیار یاد بکنیم. ای الله ای الله اون مشکلی را که بالای ما میاره ما طاقت نداریم، نیاره ارحم الراحمین. ای ارحم الراحمین اگر تو روز قیامت ما را بخیزونیم، وای بنده من تو را تن سالم دادم، پول دادم، مال دادم، چرا رفتی گناه کردی؟ ما چی جواب میدیم پیش تو؟ ای ارحم الراحمین. خدا از این بیماری ما را خلاص کن یا الله. زارت میکنیم، تولا میکنیم، التماس میکنیم یا ارحم الراحمین. خدای ما را از گناه کردن خلاص کن، از گناه کردن خلاص. جوانان را پروردگار که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فکر خیالش در جوانا بود، وقت جمالتان و وعدتان همی است که روز قیامت در جوانی کسی عبادت کنه شما بالای عرش میایین و فریاد میکنین جوانای در جوانی عبادت کردن کجا هن؟
بیان زیر سایه عرش الهی جای بگیرن. خدای نمی برادرای ما رو از همون وعده که وعده کردی نصیبشون بگردم. خدایا نصیبشون بگردم. خدایا نصیبشون بگردم. خدا در عمرشون برکت بده، در کسبشون برکت بده، تجارتشون یا الله برکت بده. خدای تو 30 روز 40 روز 50 روز کاری ما را بود میکنی، یه روز یک بود نمیکنی، در افتر در پیش همه شکایت میکنی کارمون بود نشد فلان شد فلان. کاش که شکایتامون را تو بگیم که خدا ما را 40 روز دادی، این روز ما چی کم بودی کردیم که این روز رزق را کم کردی. بجای این گفتن تو در پیش همه شکایت میکنی. خدای ما را ببخش از این شکایت ها، از این شکایت های کرده که ما را ببخش الله یرحم الرحیم. خدای اگر بنده ها نسبت ما یگان چیز میگن، اگر ما هم خیلی آدم ما را ببخش اصلاح شیم. اگر او گوینده میگه و ما هم خیلی نیستیم، خدا او را هم ببخش اصلاح شو، او بنده ای تو هست یرحم. ما نمیخوایم برای ما پگاه کس پیش تو تهمتی بخیزه یرحم الراحمین. خدایا در دل ما نسبت کدام برادری که بدبینی داریم ما را محبت هستی عطا بگردون، زبان دل ما را برابر بگردون و از نام ما بر وحی پاک حبیبت صلوات بعزت برسان. و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم. خدا از ما امتهای مستضعف اخر زمان در میزگان مبارک حبیبت اشک شاد ایرا نصیب بگردون و کفن مبارکش نمناک بگردون و کفن مبارکش نمناک بگردون. و برادری که نیت حج و عمره دارن الها حاجی های واقعیشون بگردون. خدایا حجاشون قبول بگردون، سعیهاشون مشکور بگردون، دعاشون هم مقبول بگردون. و او برادرایی که میروند از نام ما به پیامبر سلام رساندن رای پروردگار توفیق بگردون. رفتگار حجاشون قبول بگردون. کسای نیت دارن و شرایط ندارن، خدا شرایط براشون آسان بگردون. خدا شرایط براشون آسان بگردون، شرایط آسان بگردون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.